دور رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه بچه‌ها. امروز براتون آنباکس فن ممو CX08 آوردم. بزن بریم دیگه، let's go بچه‌ها. من این فن حالا دیروز دیشب بود، درسته دیشب بود، اومد به دستم رسید دیروز و یه ویدیوشو گرفتم براتون، آنباکسش هم گرفتم. این بچه‌ها ممو CX08 عادیه، پروش نیست، AIش هم نیست، عادیه. این که خود فن بود گذاشتیم کنار و کابل شارژر بسیار با کیفیت داره. اینم که فرچه‌ای هست که مثلا برای تمیز کردن خود رادیاتور و پره فنه. اینم گیرهاشه و اینم که گفتم که کابل شارژرش هست. بچه کابل شارژر با کیفیتی داره و اون دوتا هم که دفترچه راهنما و پد مکسیفش هست. برای گوشه استفاده میشه که مکسیف ندارم، میخوان استفاده کنم و مکسیف دارم هست بچه ها. اگه گوشی که مثلا مکسیف داشته باشه میتونید بدون گیر اون پد استفاده کنید ازش، فقط باید بزنید بگوشید. و اینم از خود فنه بچه ها. من توسیشو خریدم، توسی مشکیشو، مشکی کامل هم داشت، من توسی مشکیشو گرفتم. این هم که پدش اینطوری میچسبه، حالا از هر دو طرف میچسبه، ولی خب اون زرده برچسب پشتشه. و اینم از لیبل پشتش که باید بکنید و مثلا بهتر عمل کنید، خودتون میدونید. کلا اصلا این لیبل رو میکنی یه حس خوبی آدم دست میده. حالا شما فکر کنم مثلا اینطوری فکر کنید. بچه‌ها هندکم هم داریم جلوتر با ویدیو رنگه که حالا خلاصه آوردم ویدیو رو براتون که چون نه سیزن عوض شده بود، رنگ هم آره سیزن عوض شده بود، سنس من یکم مثل اینکه چیز شده بود و هم ریخته بود. حالا نمیدونم رو چه حسابی بود، ولی خلاصه سنسم یکم به هم ریخته. بخاطر همین براتون خلاصه آوردم و اینکه آره دیگه لذتشو ببرید. بچه‌ها اگه بخوام از فن براتون بگم، با اینکه اصلا دیشب ازش استفاده کردم، من اگه دقت کنید روی مدیوم هم من الان دارم ریکورد میگیرم، یعنی روی مدیوم بوده ریکوردی که گرفتم. با اینکه دمای اتاقم اوکی بوده و اینا، یعنی گرم نبوده، خنک و اینا بوده، فن بسیار خوبیه. من 2 ساعت 3 ساعت اینا دیشب داشتم باش پلی میدادم، 3-4 ساعت اینا داشتم باش پلی میدادم، اصلا یک ذره گوشیم داغ نشد، اصلا گرمم نشد، حتی خنک بود گوشیم. با اینکه داشتم ریکورد میگرفتم و میگم گرافیک بازیم هم روی مدیوم بود، روی لو نبود. و حالا اگه روی های میذاشتم که 60 فریم میگرفتم، دیگه روی مدیوم 120 فریم داره، روی لو روی بتل و مولتی، حالا بتل که 90 فریمه. بچه‌ها فن بسیار خوبیه. حالا واقعا اگه بخوام بهتون بگم توی رنج 1,600,000 یا 1,500,000 اگه بتونید پیدا کنید، که من روی 1,500,000 خریدم، از دیجی کالا خریدم و 3 روزم رسید دستم، زیاد تأخیر نداشت. یعنی یه روزش که میشد بازه زمانی، آره دیگه کلا میشه 2 روز، میشه گفت 2 روز، آره 3 روز هم نه 2 روز، 2 روزه رسید دستم و فن خوبیه. حالا من که استفادم کم بوده، ولی خب از چند نفرم شنیدم و بررسیاش هم دیدم، فن بسیار اوکی بوده. بچه‌ها میتونید اگه قصد خرید فن دارید میتونید این فن رو بخرید. حالا نسبت به قیمتش واقعا به نسبت به رقباش من پیشنهادم ممو CX08. و حالا پروش هم بود فکر کنم، با AIش پروش فکر کنم 3 تومن بود، AIش 4 تومن، درست یادم نمیاد. ولی حالا و اینم بگم نکته هایی که داره، اینکه یخ میزنه، صفحه روش یخ میزنه و اصلا صدا نداره، یک ذره صدا اصلا شما از این فن احساس نمی‌کنید. و توان این فن هم 15 تا 20 واته فکر کنم، آره 15 تا 20 واته و حالا یه شارژر 20 وات یا 33 وات هم براش جوابه. حالا بستگی داره به خودتون دیگه. و رادیاتور این فن فکر کنم 2 تایی هست، نمیدونم، ولی حالت 2 تا شبکه داره انگار. و گرماش هم اونقدر نیست که بخواد دستتون رو اذیت بکنه، مثلا انتقال گرماش اونطوری نیست که بخواد دستتون رو اذیت بکنه و بخواد گوشی رو گرم کنه، چون یه سری فنای رادیاتورشون زیادی داغ میکنه و یه گرمایی مثلا انتقال میده به خود گوشی و اصلا عمل کرده چیزی نداره. مثل فن قبلی خودم مدل N15، بچه‌ها اگه میخواید فن بخرید اصلا سراغ مدل N15 نرین که مثل من میشه، پولتون اصلا انگار دور ریختین پولتون واقعا.
و من با این فنم بچه‌ها که تست کردم دیشب، گرافیکم مدیوم بود، داشتم ریکورد میگرفتم، روی گرافیک لو نبود. 120 فریم بودم، یه تنظیمات گرافیکی خود ریکوردرم متوسط بود ولی گرافیک دیگه من مدیوم بود. ولی با این مثلا که اینطوری بود بچه، مثلا یه کوچولو گرم شده بود، ولی صبح که ریکورد گرفتم با گرافیک لو اصلا گرم نشده بود، اصلا گرم نشده. واقعا فن اوکی نسبت به قیمتش، فن اوکی هست. و اینکه بچه به لحظات آخر ویدیو داریم نزدیک میشیم. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو دیدید و تماشا کردید. و اگر هم شما این فن رو دارید، برای کسایی که میخوان حالا بخرن، اگه میخوان کامنت ها نگاه کنن، حالا کامنت کنید که چجوریه، راضی هستید ازش یا نه. من خودم که ازش راضیم. و اینکه بچه‌ها اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و اگر دوست داشتین ازم حمایت کنید حتما چنل رو ساب کنید و نظرتون هم درباره این ویدیو بهم بگین. و اینکه مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. دمتون گرم. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.